اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که خدای بزرگ و مهربان من و شما رو جزو منتظران واقعی حضرت حجت ارواحنا الله الفدا قرار بده. یکی از بحث‌های زیر مجموعه موضوع کلی مهدویت همین بحث انتظار و منتظران حضرت حجت هست که خیلی موضوع مهمیه و توی روایات ما با عنوان افضل اعمال حتی ازش یاد شده، نشون دهنده درجه اهمیت این موضوع خیلی مهم، یعنی انتظار حضرت منجی و مهدی موعود ارواحنا الله الفداست. از این نوبت قرار راجع به این موضوع در جمعه شب‌ها بشنویم و یاد بگیریم و بیاموزیم از استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین نصوری عزیز که قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای قوامی و همه بیننده های فریختتون. انشالله جلسه خوبی داشته باشیم و برنامه خوبی داشته باشیم و موضوعی که اشاره کردید بحث انتظار و وظایف منتظران بتونیم انشالله عامل به این دستورات و برنامه ها باشیم و انشالله اثرگذار باشیم در امر فرج امام زمان علیه السلام. الهی آمین. به برکت دعای شما، راهنمایی شما و مثل شما ما توی مسیر مستقیم و درست و نورانی قرار بگیریم. خب من یه اشاره کردم، پادکست شما کردم، خواهش میکنم که افضل اعمال دونسته شده ظاهرا بحث انتظار و قرن هاست که همه منتظرند و ما منتظریم و چشم به راه و اینا. منتها به نظرم از یک کلیدواژه خود انتظار شروع بکنیم بد نیست بحث و که اصلا مفهوم انتظار چیه؟ آیا همون برداشتی که ماها داریم از اینکه منتظریم کسی برسه و کاری بکنه و همینجور چشم به راهش هستیم همین کافیه یا نه بحث انتظار خیلی عمیق تره؟ هر جور که سلام می‌دونیم. بله، من اتفاقا دیشب روایات انتظار رو که نگاه می‌کردم یه روایت که حضرت علی اشاره کردید، 3 روایت خیلی ناب از پیامبر عزیزمون دیدم و یه روایت از آقای امام سجاد علیه السلام. خب انتظار تو معنای لغت همون که اشاره کردید، یعنی چشم به راه بودن. مثلا الان شما منتظر یه مهمانی هستید، این مهمان هر چقدر برات عزیزتر باشه تدارک و تکاپوی شما برای استقبال اون مهمان بیشتره. حالا مثلا فرزندی داره طرف مثلا تو شهرستانه، بناس مرخصی بین مثلا حالا یا سربازیش یا تحصیلیش برگرده. به خصوص دقت کنید مادران تو خونه مثلا نگاه میکنه، مثلا بچه میخواد پرواز کنه، اخبار اعلام بکنه که نمیدونم هوا نمیدونم خراب شده، نمیدونم آره دلش هزار راه میره. این دلشوره این مادر و چشم به راه بودن این مادر، این همان معنای انتظار رو داره. یه مادری بود از شهدای مفقود الاثر یا جاوید الاثر که بعد از 22 سال برای این مادر شهید بزرگوار استخوان و پلاک این مادر رو آورده بودن. آخه یکی از بزرگان سوال کرد ازش، گفت مادر جان برات فرقی هم کرده که بعد از 22 سال استخوان و پلاک برای فرزندت آمده؟ الان چه حسی دارید؟ گفت همین که چشم انتظاری در اومدم آرام شدم. ببینید یعنی انسانی که منتظر امام زمان هست، اون حجت خداست، اون ولی خداست، اون آخرین ذخیره الهی است، اون عین الله، اذن الله، باب الله، همه چیز خدا روی زمینه غائبه. حالا منتظر اون هستیم که بیایم. آیا دست رو دست میذاریم؟ یعنی انتظاری که در لغت هست چشم به راه هستید، شما حسی ندارید برای این کار؟ بله، از نظر روحی و از نظر حس فردی طرف دلهوره داره، نگرانه نسبت به این قضیه، اما یه تکاپو هم میکنه. اگه انسانی که در زمستان منتظر گرما و سرسبزی دوران بهار هست، در دوران سرما و سردی و تاریکی زمستان اینجور نیستش که کاری نکنه. دقیقا. یه تلاشی میکنه خودشو گرم نگه داره، خودشو سالم نگه داره تا بتونه از اون شادابی دوران بهار بتونه استفاده کنه. یعنی در اون تاریکی و ظلمات یه کاری میکنه. همینطوره. پس تو معنای اولی که ما میگه منتظر امام زمان علیه السلام هستیم، در لغت میگه چشم انتظار هستین، چشم به راه هستید. این چشم به راهی در نگاه عام و خاصش هم باید ببینید. در نگاه عام این روایاتی که عرض کردم از پیامبر عزیز است. در یه جایی داره پیامبر عزیز میفرماید انتظار الفرج عباده. اصلا عبادت مدل رفتاری انسانها رو نشون میده.
یعنی تو وقتی که مثلا هر عبادتی برای خودش یه مناسکی، یه آیینی داره برای خودش. نماز اینطور میگه بخونید، رو به قبله بخونید، ایستاده بخونید، این حالت عادی باید این روزه یک چیزی داره، آدابی داره. وقتی که میگه انتظار الفرج عباده، در عبادت باید رفتار انسان هم مشخص باشه. دقیقاً. یعنی مشخص باشه که منتظر امام زمان علیه السلام است. مثلا بنده کاسبم در بازار، آیا با کسب ربا و کلاهبرداری و احتکار میتونم بگم رفتار من نشون داره میده که عبادتی است به عنوان انتظار امام زمان بکشم؟ قطعا نه. یعنی فرد منتظر قطعا تو این وادی ورود نمیکنه. وقتی که میگه انتظار فرج عبادته، یعنی من در زندگی خودم با همسرم تندخویی معنا نداره، یعنی در رفتار من حسن خلق باید نشون داده بشه. درست. یا مدل های مختلفی که ما در زندگی و مهندسی رفتار خودمون دنبال می‌کنیم. یعنی اگر انتظار فرج رو یه نوع عبادت وقتی رسول خدا داره اشاره میکنه، یعنی در نگاه عام حواست جمع باشه، این مدل عبادت در رفتارت باید شبیه اون چیزی باشد که نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، تکاپو بکن، همش یک نگاه روح حاکم بر تمام این مدل عبادت توحید محوری باشه. درست. یعنی انسان منتظر این مدل داشته باشه. جای دیگه رسول خدا میفرماید برترین عبادت است، افضل العباده انتظار الفرج. یعنی نشون میده نقش عبادت یه نقش در سازندگی انسان داره. وقتی که من منتظر هستم، هم توی محله شما میرید میبینید یه خانواده خیلی تکاپو میکنه، میوه میخره، خونه‌شو آب و جارو میکنه، تمیز میکنه، بچه‌ها رو حتی همسایه ها رو مراقب باشه. من این همسایه مهمان خیلی ویژه‌ای دارم. یعنی تمام این تکاپوی او برای چیه؟ میگه من دارم یک رفتاری انجام میدم که بتواند اون کسی که میاد اینجا به یه آرامشی برسه. من بتونم یک نهایت سنگ تمام بذارم برای او. یعنی این نقش آفرینی رو طرف نشون میده برای خودش. وقتی که میگه عبادت، مثلا نماز، میگه نمازی از شما مورد قبول خداست که تنها عن الفحشاء و المنکر باشه. و وقتی که انتظار فرج یه نوع عبادت، بلکه برترین عبادته، های من نگاه کنم که حالا بعضیا میگم انتظار اینه که مثلا بیایم نمیدونم گناه کن چه کن، این ادبیات قطعا این ادبیات درستی نیست، چون اصلا تناقض داره با خیلی از دستورات. اصلا کجای عبادت داره که شما میتونید گناه بکنید یا مثلا مانع کسی که گناه میکنه نشید بذار کارشو بکنه تو کار خودتو بکنی؟ اصلا معنا نداره. گناه نقطه مقابل عبادته. آره، یعنی تضاد داره نسبت به این قضایا. جالبه این آیه 105 سوره انبیا، یعنی اصلا یه راهبرد به ما میده. بلغت کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی است. یعنی بابا تو این مسیر حرکت کن. انسان‌های صالح میتونن انسان‌های اثرگذار باشن. یعنی منتظر واقعی خودش باید صالح باشه. این به عنوان برترین عبادت. جای دیگه باز پیامبر عزیز میفرماید برترین کارهاست. افضل اعمال امتی انتظار الفرج من الله عز وجل. معلوم میشه یک عمله. نبی عملی. یعنی حالت نیست که من اینجا بشینم فقط ابن الحسن بگم. این حالت نیست فقط بشینم ذکر و دعا مناجات بگم منتظر امام زمان هستم. یعنی مدل مهدویتش این میشه، دعا ندبهشو خوب میخونه، آل یاسینشو خوب میخونه، نمیدونم تو صدقه و رفتارهای فردیش خوب انجام میده، اما تو مرحله دفاع از مظلوم، مثلا الان مسلمانان غزه، خب دارن اذیت میکنن، مسلمان نیستید مگه؟ چطور در دعای ندبه میگه عین مذل الاعدا؟ کجای امام زمان بیای ظلم و فساد و از بین ببری؟ خب تو اگه واقعا از برترین کارها در مدل انتظار فرج اینه که دفاع از مظلوم بکنید، نه اینکه صورت مسئله رو عوض کنید بگید نه من دارم ذکر میگم با دعا اینا. نه، دعا و ذکر بخشی از کاره، همه یک کار نیست. نکته بعدی که این از امام سجاد علیه السلام، مثلا فرج بودن، تقاضای فرج از امام زمان خواستن، انتظار فرج، میگه خودش فرجه. یعنی اگر انتظار الفرج من اعظم الفرج، از انتظار که انسان دنبال اینه که یک گشایشی اتفاق بیفته. الان آقای قوایی من احساس میکنم ما انسان ها همین مسئله امام سجاد رو اگه درک بکنیم میفهمیم که 12 قرن داریم ضرر میکنیم. یعنی امام زمان وقتی که بیاید، من جامعه امروزی دیگه دغدغه خیلی از کارا رو ندارم. که پیامبر میفرماید باب علم 27 باب داره، 2 باب قبل از ظهور، 25 باب در زمان ظهوره. ما بشر فکر میکنیم خیلی رشد کردیم.
اونم با 2 تا باب علم. اگه ظهور اتفاق بیفته 27 باب علم بیاد، چقدر امکانات و تشکیلات میتواند انسان استفاده کنه به اون هدف عالی که امام زمان داره نزدیک بشه. هدف عالی امام زمان چیه؟ 1 اجرای عدالت در جامعه، 2 اجرای معنویت در جامعه. خب اینا گشایش کار ماست. الان چرا ما جامعه میبینید یه دفعه به سمت سوی گناه میره، یا گناه رو توجیه میکنه، یا اصلا شناخت به گناه نداره، یا اعمالش رو خیلی سطحی و شل انجام میده؟ اینا چرا اینجوره؟ چون واقعا نمیدونه. این اگه بداند که این مسیر اتفاق میافتد و امام زمان، من طرف بگو که امام زمان دوست داره میگه ما 1000 تا یه گرفتاری دارم. اگه به اینجا برسد که گشایش کار و رفع تمام نیازهای او در این دنیا و او دنیا با گشایش بحث ظهور خیلی چیزا حل میشه، به این باور برسه، قطعا تمام کاراشو میذاره کنار، فقط اولویت اونو میبینه. اونم نه این که فقط بشینه انتظار فرج اینه که من بشم ابن الحسن بگم، نه. یعنی در عمل و رفتاری که انسان‌های صالح باید انجام بدن، صالح پروری در جامعه باشه، توحید محوری در جامعه باشه، کافیه. یعنی اینو باید رشد بده به عنوان برترین کارها. خیلی ممنونم آقای نصوری عزیز. میشه که مثال زدین که کسی که مسافری داره میخواد بیاد آب جارو میکنه، هر روز یه در باز میکنه، نگاهی میکنه، اومد نیومد، پیگیری میکنه اخبار و فلان، پرواز کی میاد میشینه، اینا منتظران ظهور امام زمان هم و فرمودین هر چقدر این کسی که ما منتظرشیم دوست داشتنی تر باشه، مهمتر باشه، تکاوش بیشتر میشه. واقعا همونجور که مثال زدین کسی که اون وقت در شکل کلی منتظر منجی عالم هست، به چه نسبتی اون وقت باید این آماده سازی ها رو انجام بده؟ تا قبل از این من خودم فکر کردم ما دو نوع انتظار داریم، یه انتظار فعال، یه انتظار منفعلانه. فعالانه منفعل. ولی بعد دیدم اون انتظار منفعلانه اصلا انتظار نیست اسمش. اسمش باید یه چیز دیگه بذاریم. ما انتظار همون فعاله. بله. اگه فعال باشه اصلا دیگه انتظار نیست، چیز دیگه. حالا اگه خواستین روش صحبت بکنیم بعد از یه عرض ادبی که محضر از توجیه داشتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه جمله هست میخوام با شما و آقای عزیزم به اشتراک بگذارم، به قول جوان امروزی. میگه که شاید معنای دیگر انتظار برآورده کردن انتظار کسی است که انتظارش رو میکشیم. درسته؟ بله. اصلا این روایت 4 از پیامبر بخونم، همون نکته که حضرت علی اشاره کردید مستندش همین میشه. پیامبر میفرماید افضل و جهاد امتی انتظار فرج. یعنی بشر تو باید کوشش کنی در راه خدا، تو برای امام زمان خود باید کوشش کنی. یعنی اون انتظار که واقعا معنای انتظار همون که شما فرمودید، یعنی یه معنا بیشتر واقعا نداریم. تو معنایی که ما منتظر امام زمان هستیم تلاش و کوشش هست، اونم تلاش و کوششی که کاری بشود امام بیاید. حالا منتج به ظهور اگه نشه چی؟ من وظیفه‌مو انجام دادم. امام میفرماید پاداشت اینه که همانند کسی فی فستاته، انگار در خیمه امام هستی. و اصلا میگن که اگه واقعا توی مسیر خیلی در اوج بودی، خوب بوده باشی، جزو کسانی هستی که میتونی رجعت کنی. درسته؟ اصلا تو دعای عد یکی از مسائل همین، یعنی اون ویژگی‌ها وقتی اتفاق میفته پاداشت میشه جزء رجعت کننده. تازه انقدر چیزا میگه اختیارش هم به خودت میدیم. آره خواستی بر. یعنی فردی که منتظر امام زمانه ما تو روایات داریم دوست خداست، برادر پیامبره. شما تو تاریخ کی برادر پیامبر شده؟ آقا امیرالمؤمنین. یعنی این مقام رو به انسان منتظر. ثواب 1000 شهید، اونم نه هر شهیدی، شهدای جنگ بدر و احد. یعنی ما اگه این سعادت رو نداشتیم که در عصر اهل بیت زندگی بکنیم و از نزدیک ما رو در بکنیم و در دوره غیبت هستیم، محرومیم حالا به ظاهر از، ولی عوضش چنین آره این معنای خاص میشه، ببخشید این معنای عام میشه. یعنی در معنای عام نگاه میکنیم عبادت، برترین عبادت، حالت عمل جهاد. تو جهاد که اینجوری نیستش که دشمن که اومده من اینجا بگم بسم الله الرحمن الرحیم فوتش کنم، ذکر و دعا بگم دشمن. نه، ذکر و دعا توکل و توسل هست، انجام میدی اما خودت هم یه کاری میکنی. یعنی در جهاد باید تلاش و کوشش خودتو نشون بدید. این میشه معنای عام. اما تو معنای خاص انسان منتظر انتظارشو باید اینطور نشون بده. من 2 تا روایت از امام باقر تمام راهبرد انسان منتظر رو تو این 2 تا روایت امام آورده. خیلی خوب. اولی امام باقر میگه اصلا ازش سوال شده در تعریف دین در مورد رضایت خدا چیه؟ حضرت کد میده، میگه یک تسلیم لامرنا، تسلیم ما باشید. یعنی بابا اطیع الله و اطیع الرسولی که تو قرآن داریم،
هر چه گفته انجام بده، تسلیم خدا باش. حالا اتفاق مثلا بعضی موقع هست انسان‌های مؤمن متدینا بعضی به ما میگن آقا من دعا کردم، ذکر کردم، کار خوب انجام میدم، هر چی گرفتاری باز نگاه سر من میاد. بابا شاید این خیر باشه برات، اینو دقت نمیکنه. آقا من این کارو انجام دادم، دوست داشتم خیلی پولدار بشم، پولدارم، شاید پول برات خیر نباشه. یا مثلا طرف ازدواج میکنه فرزند نمیاره، یا فرزند میاره اون جنسی که میخواد دختر و پسر نمیاره، میگه نشد، میگه خب خیر برات شاید نباشه. یعنی با خدا قهر نکن. این مدل یعنی تسلیم باشیم در برابر خدا، یعنی تلاش و کوششتون رو انجام میدید، عبادت کار روزمره زندگیمون رو انجام میدیم که توش آلوده خدا نکرده به گناه نباشه، ولی تسلیم رضای خدا هستیم، تسلیم در برابر خدا هستیم. اتفاقا امام هم اینو از ما میخواد. چون تو زیارتنامه آقا ابوالفضل چی میگه؟ السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله. اینه. بعد اذن دخول به حرم چی میگیم؟ شهد الله لک بالتسلیم. دقیقاً. یعنی داره مدل میگه بهت، میگه این مدلته، مدل که تسلیم امام خودت باش. هرچی. یا مثلا آدمایی که در زمان امام حسن، خب بعضیا مثل سلیمان ابن سرد اومد امام صلح کرد، گفت یا مذل المؤمنین، اما همون زمان مدلی مثل آقا ابوالفضل بوده. این چرا اعتراض نکرده؟ گفت هرچی امامم گفت من تسلیم هستم. یا مالک اشتر چند قدمی معاویه بود، پیغام دادن که علی گفت برگرد، گفت چشم. من آقای قوایی با خودم گفتم اگه من تو اون حالت بودم، گفتم اجتهاد میکردم از خودم، میگفتم امیرالمومنین که خبر نداره اینجا چه خبره، بذار کارمو انجام بدم تا بعد. گفت نه، ببین امامت چی گفته، چی دستور، چون روحیه تسلیم داریم. یکی از امور اینه، امام باقر میفرماید اگه میخوای رضایت خدا داشته باشی، تسلیم خدا و امام خودت باش. دو، ورع، چرا تقوا نیورده؟ یعنی ورع یه پله بالاتر از تقواست. تقوا اینه که بنده خودم رو بسازم، پرهیز کنم از گناه. ورع یعنی تو نگاه اجتماعی تو جامعه هم اینطور باشه، یعنی جامعه فرهنگ یاد بگیره که به سمت سوی تقوا بره، پرهیزگاری بره، گناه نکنه. یعنی یه جوری بشه که طرف مثلا یواشکی بره گناه بکنه، دیگه علنی گناه نکنه، یا هنجار شکن نباشه، درست. یا عذر میخوام بی حیایی نباشه. حالا این بی حیایی معمولا یه موقع در گفتاره، یه موقع در رفتاره، یه موقع در نوشتاره. یعنی طوری باشه طرف حتی پیامک هم میخواد بده، یا تو فضا اجتماعی میخواد یه متنی بنویسه، حیا رو رعایت کنه. این همون رعایت کردن میشه ورع، یعنی در اجتماع و جامعه طرف توحید محوری باشه. سوم و تواضع، کبر، غرور از مسائلی است که از انسان‌ها رضایت خدا توش نیست. گناهان ذهنیه. گناهان ذهنی باید در مسیری باشه که پاک بشه. چی غالب بشه که پاک بشه؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، با تزکیه نفس. یعنی ایناست که انجام بده. بله. بعد در کنار اینها تسلیم بودن، با ورع بودن، متواضع بودن. بعد چهارمی میگه انتظار. انتظار، حالا کلمه یکی از القاب حضرت رو میاره که حالت قیام داره، که اونجا میگه انتظار امام زمان خودتون رو بکشید. که این تسلیم و ورع و انتظار و اون این چهار مورد برای رضایت خداست. یعنی اینها رو میگه این مدل کار انجام بدید. دین ایناست. دین این نیستش که من فقط نماز و روزه بگیرم. دین این نیست که من فقط زیارت برم. دین این نیست که من تو جامعه بخوام بگم یا ابن الحسن بگویم ولی خلاف دستورات امام زمان انجام بدم. انسان منتظر در معنای خاص اینه که باید در عمل نشان بدهد. بله. اینها رو. بعد ببینید انتظار فرج رو کجا قرار داده؟ در ردیف تسلیم بودن، با ورع بودن، تواضع بودن. یعنی اینه. لذا شما خیلی راحت میشه، این یکی از شاخصه‌هایی است که انسان توی جامعه ها، تو افرادی، مثلا بین همکارا، بین افراد دانش آموز، دانشجو، فرهنگی، طلبه، هر جا نگاه میکنی واقعا آدمایی که این خصوصیت رو دارن، یعنی اینها انسان‌های منتظر خوبی هستن. یه چیزی بگم آقا، عمدتاً به نظرم میاد اینجوریه که عمل آدما بر اساس هدف و مقصد تنظیم و طراحی میشه و موقعی که شناخت دقیق و روشنی، هر چقدر این شناخت بیشتر باشه از اون هدف، از اون مقصده، اون وقت اون عمل و رفتار خانه‌ها تنظیم میشه. نسبت ما موقعی میتونیم به نظر من معنای دقیق انتظار رو متوجه بشیم و اعمال و رفتار و افکار همشون رو در اون راستا تنظیم بکنیم که شناخت دقیق و روشنی از اون اتفاق انتظار فرجه. فرج چی؟ اون اگه خیلی قشنگ تبیین بشه، ناخوانده آدم خیلی به نظر میتونه. همینطور اصلا ما تو بنمایه‌های و مؤلفه‌های اصلی انتظار فرج اینه که میگه توی انسان منتظر کجا هستی؟ توی موقعیت خودمون.
به کجا میخوای بری؟ همون چیزی که حضرت علی اشاره کرد. اینو میگن استراتژی انتظار. لذا یه پایش اینه که وضع موجود خودتو بدونی. بله. یه پایش اینه که اصلی که بدونی کجا میخوای بری. یه جامعهش اینه که با چه ابزاری میخوای بری. دقیقاً. یعنی بنده اگه مثلا خدا انتظار داره ما برسیم به قله عبودیت و بندگی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خب یعنی که اون قله میخوای بری، سوختت باید پاک باشه دیگه. پس دستوراتی که هست باید انجام بدی. میگه لقمه حرام تو رو نمیرسونه. وضع جامعه آرمانی امام زمان چیه؟ اقتصاد حضرت ربا ندارد. خب اقتصاد من اگر ربا داره روز به روز باید کم کنم نه اضافه کنم. عبادات در زمان ظهور ریا ندارد. امروزه اگه من عباداتم ریاست روز به روز باید کم کنم. امنیت فراگیر است. میگن زن از شرق به غرب عالم بره کسی متعرض او نمیشود. خب مدل امنیت چجوریه؟ لذا این نگاه رو انسان بتونه یک استراتژی برای خودش داشته باشه که از وضع امروزی خوشو به صورت مطلوب. لذا انسان منتظر میگه موقعی میتونه خودش رو همراهی با امام زمان بکنه که جامعه منتظر رو خوب بشناسه. مثل یه اداره میمونه، مثلا تو این اداره طرف میخواد مقام بگیره، پست بگیره، بالاخره تمام ذهنش اینه که بره ببینه این مدیر چه انتظاری ازش داره، شرایط چی میخواد، ویژگی ها چی میخواد، تمام کوشش خودش رو میکنه. بعد تازه بعضی هم رندن دیگه، اینو میبینن اونو میبینن، میگن آقا ما ارتقا پیدا بکنیم. اگر واقعا طرف میخواد ارتقا پیدا بکنه، خودش رو برسونه به اونجا، باید اون نقطه قوت و ثقل اصلی اون جریان رو بشناسه که امام زمان علیه السلامه و اون جامعه رو بشناسه که خودش رو بتونه حس حضورش رو نسبت به امام زمان در دوران امروزی داشته باشه. روایت دوم از امام صادق علیه السلامه که حضرت میفرماید علیکم به تسلیم، یعنی دوباره اون تسلیم رو تکرار میکنه و رد الینا، میگه خودتون رو با ما مقایسه کنید، برنامه هاتون رو بیارید ببینید چقدر مورد پسند ما، یعنی امام رو امام خودش قرار ببینه. دیگه چی؟ و انتظار و امرنا، انتظار امر ما رو بکشید. بعد جالبه در تمام این مقولات امام صادق علیه السلام داره اون قله رو به ما نشون میده به اون سمت. و میدونید که امام صادق بیشترین روایات رو تو بحث مهدویت داره، چون فرصتی که برای امام اتفاق افتاده با توجه فضای دوران امام صادق علیه السلام این نگاه رو به انسان داده که جالبه دستورات و راهبردهای امام صادق این زمان خیلی زیاده. مثلا دعا میگه بخونید چه دعایی، مثلا همین دعای عهد، ندبه، بعد دعای غریق، دعای معرفت، اللهم عرفنی نفسک، یعنی همه اینها رو داره میگه. بعد میگه اینا چیه؟ میگه اون دورانی که مردم غیبت ولی خدا هست نسبت به امر فرج باید جدی باشن. اینا رو مسنون میکنه، چون فتنه ها زیاده، خطرات زیاده برای انسان ها. لذا انسان منتظر در معنای خاص باید در عمل خودش نسبت به امام زمان خودش تلاش و کوششی انجام بده، فقط نشینه یه گوشه یبن الحسن بگوید. این یبن الحسن رو باید در جامعه، من اگه کسب و کاری میکنم در جامعه، آیا امام زمان من در این کسب و کار من شریک میشود، این لقمه من شریک میشود یا نمیشود؟ مراسمی که دارم امام زمان در این مراسم من شرکت میکنند؟ رفتارهایی که با همسرم دارم، با جامعه، با همکارم، با همسایم دارم، امام زمان رضایت دارد یا ندارد؟ این که در زمان امیرالمؤمنین فن علیون مع الحق و الحق مع علی، یعنی معیار و امام دوران خودت قرار بده. یوم ندعو کل اناس به امامهم، چون من روز قیامت به امام خودم باید پاسخگو باشم. پس الان که دارم زندگی میکنم همه اعمال و رفتارمو در همه شئون زندگی و لحظات با این شاخص و معیار باید حرکت کنم. دست شما در نکنه، خیلی خوب بود، خیلی کاربردی انتظار رو تبیین فرمودید و استفاده کردیم. اجر شما با هست حجت. عوامری نداریم؟ نه، انشالله که بتونیم خودمون عمل بکنیم به این عرایضی که عرض کردیم و یک منتظر خوبی باشیم و انشالله دعا کنیم منتظر واقعی انشالله زودتر الهی ظهور کنه. دست شما در نکنه. گفت ذکر تعجیل فرج